قسمتی که مکه کعبه. اصلا درک میکنید اینو یا نه؟ مرخصی شغلی مشکل خوردم. به خاطر آب و غذا اومدی؟ الحمدلله کما هو اهلا. الحمدلله کما هو اهلا. نه چرا؟ چند روزه؟ از کجا اومدی؟ از کجا اومدی؟ نورستان. میری کربلا؟ زندگی خیلی کوتاهه. ببین من هم پدرم رو از دست دادم، هم خواهرم رو از دست دادم. زهره خواهر کوچیکش رو از دست داده. 14 سالش بود خواهره. خدا رحمتش کنه. حالا بستگی به این داره که آدم چقدر زندگی میکنه، چقدر خدا بهش فرصت زندگی کردن میده. اما اینکه تو مسیری باشی که حداقل مسیر نور و عشق و آگاهی باشه و همیشه سعی کنی یک قدم برای بهتر شدن حال خودت برداری، بهتر شدن نفست، بهتر شدن حتی زندگیت، ثروت، دنیا، آخرتت، اون موقع برد کردی. اینا با این سن مثلا نگاه کن، این آدما با این سن نیومدن، شکرا، نیومدن که الکی خدمتی کنن. ای زمین اون قسمتی که مکه کعبه روشه گفت خاموش باش. شرافت کربلا کجا هو، خاک کربلا کجا هو. به حال مردم ببینی خدای حالا کجا باید خرید. برای امام حسین همه دارن میرن ها. متوجه این اصلا امام حسین علیه السلام 1400 سال پیش شهید شده. اصلا درک میکنید اینو یا نه؟ اصلا درک میکنید این جمعیت میلیونی داره میره به سمت یک امامی از سراسر دنیا که ندیدنش. اماممون رو شهید کردن، خانواده‌اش رو به اسارت بردن. از همین راه حالا اون خطبه‌ای که از زینب سلام الله علیها خوندن در شام، خب چی شد؟ کی واقعا باخت؟ شاید امام حسین به ظاهر شکست خوردن، شهید شدن، همه تفت و تن و اسارت و اینا، ولی واقعیت چیه؟ واقعیت الان باید ببینی، تاریخ داره میبینه دیگه. این مسیر امام حسین علیه السلام کشتی نجاته. کشتی نوح شنیده بودیم، الان بابا کشتی نجاته. بالاخره تو این مسیر باشی میخرنت، ولی باید خودتو بندازی توش، باید بندازی خودتو توش. مثلا میگم من بچم کوچیکه، بچم نمیدونم، بچم نمیشه و بچم آی گرمه، آی بچم اینجوری. ما هم پدر مادرمون بچه بودیم ما رو برمی‌داشتن میبردن همش دیگه. این نمیگفتن سرده گرمه، میبردن که الان اینجاییم. مخصوصا به جوان ترا دارم میگم، بچه هاتونو ببین، اینا بچه هست، نگاه اینا بچه هست، دمپایی هم پاشه، باباش هم دمپایی پاشه، اونم دمپایی پاشه، اونم دمپایی پاشه، اونم. من خودم دمپایی پام نیست، من خودم دم علیه السلام نیست، من خودم اسکیچرز پوشیدم چون که راحته. من ادعایی ندارم، هیچ کدومش هم بد و خوب نیست. منظورم اینه که هر جوری میتونی بیای، با هر حالی که داری بیا. نگاه کن اینا همه لذت بخشه. بعد فکر کن امام زمان داریم، امام زمانمون حاضره اما غایبه، نیست، ما نمیبینیم، ولی آقامون ما رو میبینه. یه کاریه، یه قدمی باید برداریم، یه کاری انجام بدیم. درآمد
درآمدی داری، درآمدتو مثلا یه بخشیشو بذار هزینه کن برای راه امام زمان، برای راه ابی عبدالله. این هزینه ها رو باید انجام بدی، هزینه مالی، زمانی، مکانیه. درسایی که میشه گرفت، استقامته. من که خیلی دوست دارم. من امسال میشه 38 سالم و توی آستانه 40 سالگی هم دیگه دارم این حرفا رو میزنم. یعنی بی تجربه نیستم، حداقل تو سن خودم. آدمی هم هستم که لطف امام حسین علیه السلام دستم به دهنم میرسه. آدمی نیستم که بگم نه نداشته باشید و اینا، نه اصلا توی فضا نیستم. میگم اتفاقا باید داشته باشی تا بتونی خرج کنی، تا بتونی هزینه کنی. شطور رو نگاه، شطور میخوام قربونی کنن. وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. خب توی مسیر که داشتیم میومدیم یکی از بچهای خانواده بزرگ وفادار قدرتمند امام حسینیمون رو دیدیم. البته مادرشون دنبال کننده ما هستن. شما که من اینستا ندارم ولی کانال تلگرامتون دنبال میکنم. حالا گفتم که بیا با همدیگه یه مصاحبه‌ای داشته باشیم. چند روزه تو راهی؟ 40447 الان. ما الان 4 روز تو راهیم. حالا یکم کسالت پیش اومد برای مامان ولی از مسیرمون دست نکشیدیم. داریم هنوز مسیر رو کم کم دست گریخته میریم که انشالله برسیم. انشالله. یه چه چیزایی توی این مسیر دیدی؟ چه معجزه هایی دیدی؟ چه انرژی گرفتی که جای دیگه ای نگرفتی؟ چون الان گرمه، خسته ای، همش که آب و غذا میل نداری که بخوری، مسیر داره میکشتت. حس و حالتو بگو و بعد اون دلی بگو که چقدر به مردم میگی، به جوونا مخصوصا. چند سالته؟ من 25 که بیام پیاده روی. حقیقتا زیارت اتبات که میای جدا بحثش که حالا هر موقع سال بیای، ولی این اربعین یه حس و حالیه که قابل وصف نیست. انگار شما یه چیزی توش میبینی که تو هیچ زیارتی، تو هیچ امامی، هیچ جایی که میری جدا نیست. بعد یه عشق، یه خلوصیه که همه از ته دلت. هیچ وقت توی ایران که بودم همچین چیز رو حس نکرده بودم که عراقی ها اینقدر با لطف، اینقدر با خلوص دارن برای ما کار میکنن. اون عشق و یقینی که به اونا رسیدن دارن فهم کنم اون چی بوده، چرا ما بهش نرسیدیم. اون کم کم داریم به اون میرسیم. ببین این گرما رو چجوری تحمل میکنی؟ اصلا خودش انگار داره درست میشه، وگرنه آدمی که اصلا از خونه بیرون نرم بگم گرمه جایی نرم، ولی اینجا به عشقش داریم میریم و واقعا میکشه. یعنی میبینی بقیه رو از تو پیرترن، ویلچر مریضه ولی داره مسیرش رو دنبال میکنه. چقدر توصیه میکنی که جوان‌ترها بیان؟ الان از سر دنیا دارن ما رو نگاه میکنن. من یک بار پارسال اومدم، پارسال مامانم گفت بیام، امسال خودم اجبار کردم که برم. گفتم هر جوری هست میخوام برم. حتی سر مرخصی شغلی مشکل خوردم. اگه بخواد خودش میکشونه. انشالله همتون قسمتش حداقل یک بار برید. من تو 25 سالگی دیر اقدام کردم، شما از سن پایین‌تر شروع کنید. انشالله که توفیق حج بیت الله الحرام نصیبت بشه، توفیقاتت زیاد بشه برای زیارت. هر سال زیارت اربعین بیاری، جزو اعوان و انصار آقا امام عصر و زمانمون باشی. انشالله در کنار شما سلامت. اجازه میدادی پاتو میبوسیدم. خدا نکنه. این قدم‌ها برای امام حسین خیلی یاد گرفتم. واقعا میگم مرسی. زنده باشی. خدا خیرتون بده. ممنونم. مجبور باشه انشالله. مرسی حاج آقا، خیلی ممنونم حاج خانم. آفرین که همچین دختری تربیت کردی. زنده باشی. شیرت حلال بوده، لقمه پدرش حلال بوده. خدا حفظتون کنه. زنده باشی انشالله. شب جمعه بیایید به آب قبل موکب انشالله. با اجازهتون. خداحافظ.
سلام علیکم. خوبی؟ الحمدلله کما و اهل. بیا با هم دیگه مصاحبه کنیم. بیا به من بگو که خودتو معرفی کن و بگو که چند سالته، از کجا اومدی، چند روزه تو راهی، چه معجزه‌ای از امام حسین علیه السلام دیدی، چرا اربعین اومدی مشایخ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مهدی بیرانوند هستم، از لرستان اومدم. ما 2 روز تو راهیم تقریبا. معجزه های خیلی زیادی از امام حسین دیدیم. همین که سالمیم و سلامتیم همین خودش یک معجزه ای از امام حسین. چجوری تو این گرما دوومو بردی؟ چرا اصلا میای پیاده؟ فقط به عشق امام حسین. موقعی که عشق مقصد باشه اصلا خستگی معنایی نداره. یه سوال ازت بپرسم، به خاطر آب و غذا اومدی؟ اصلا و ابدا. یعنی اصلا گرسنگی خیلی کم گرسنم شده در مسیر. آخه چون هوا گرمه شما کمتر گرسنتون میشه. اینو قابل توجه اونایی که میگن برای آب و غذا و زیاده تو گرما راه گلوت بسته میشه، شاید بتونی فقط آب بخوری. چه معجزه هایی تو زندگی؟ چند بار اومدی اربعین؟ بار دوممه. بار دومته؟ آره. پارسال چه نتیجه هایی گرفتی؟ پارسال نتیجه های خیلی زیادی گرفتم. همون که نمیتونم بگم. بگو که چقدر آیا تو رزق و روزیت هم تاثیر داشته زیارت ابی عبدالله؟ خیلی. چقدر به جوونا توصیه میکنی که بیان؟ جوونا اگه بیان یعنی با عاقبت به خیریشون خیلی تاثیر داره. یک بار که بیان جوونا دیگه نمیتونن ترکش کنن. یعنی اگه یک بار یک جوونی بیاد در پیاده روی اربعین شرکت کنه، من قطع به یقین میگم یعنی مگه ممنوع الخروج باشه که نتونه بیاد. یعنی هر سال باید بیاد. انشالله. دلش میتپه اصلا که سال دیگه دوباره من از اول محرم یعنی شوق اربعین رو دارم. به به. الحمدلله کما و اهل که الان هم 40447 الان رزقت شده اومدی. آره الحمدلله. تک تک قدمات هم انشالله که نظر ظهور آقا امام زمانمونه دیگه. آره اعلام میکنم آقا جان اگر در بین ازدحام جمعیت دیدمت و نشناختمت آقا جان سلام علیک. به به. انشالله که جزو اعوان و انصار آقا امام زمانمون باشی. خوشحال شدیم دیدیمتون. زنده و شب انشالله. سلامت باب قبله بیاین مکه بین المللی بهتون. انشالله. و شب جمعه انشالله. به سلامت. الحمدلله کما هو اهل. الحمدلله کما و اهل. سلام علیکم. حال شما چطوره؟ خوبی شما؟ سلامت باشی. خیلی متشکرم. دنبالتون میکنیم. زنده باشی ان شاء الله. تو مکه دیدیمتون. به به. خب حالا میای یه مصاحبه کنیم ما هم دیگه با جوونا؟ نه؟ چرا؟ من ممنوع تصویرم. نه تو هم ممنون. تو هم مثل آج خانم مایی. آره دیگه. خب منم دورت بگرم. زنده باشی ان شاء الله. ممنونم. چشم حتما. سلامت. زنده باشی. زنده باشی. ممنونم. خداحافظ شما. خداحافظ. شما عاقبت بخیر باشی. ممنونم. بیا اینجا بگو. سلام علیکم. حال شما چطوره؟ قبول باشه انشالله. چند روزه توی پیاده روی اربعینی؟ 4 روزه؟ از کجا اومدی؟ کازرون. از کازرون؟ به به. این چندمین بار میای؟ ماشاءالله ماشاءالله. داشتم پیاده میام. ماشاءالله. معجزه دیدی؟ چقدر؟ خیلی؟ امام حسین چقدر دوست داری؟ امام حسین برای توه؟ امام حسین برای همه است. زنده باشی انشالله. چقدر توصیه میکنی که همه بیان اربعین پیاده روی؟ خیلی قبول باشه انشالله برادر. زنده باشی. خیلی خوشحال شدیم. ما هم دعا کن انشالله. زنده باشی انشالله. شما چند سالتونه؟ من 17 سالم. شما از کازرون اومد؟ بله. پدرتون هستن؟ نه. برادرتون؟ اقوامم. اقوام؟ چندمین بار شما اومدی؟ 3مین بارمه. چرا میای کربلا؟ والا من امسال قصد نداشتم بیام ولی خب حالا طوری شد که بعد امام حسین خودش میکشه. آفرین. او میکشد قلاب را. یه جورایی خودش جذب میکنه نمیذاره حالا بمونی. طلب میکنه بیای دیگه. حالا منم قسمت شد اومدم. چقدر توصیه میکنی به جوان ترها که بیان زیارت اربعین؟ بگو چه سوالی داری، انرژیشو بگو. واقعا خیلی خوبه. انرژی آدم میبره بالاتر. اصلا یه حس دیگه داره اینجا. پیاده روی که میری بعد
با آدمای جدیدی که آشنا میشی، با حالا مردم کشور دیگه که مثلا دوست میشی و اینا، مخصوصا اون آخر که زیارت میکنی مثلا یه حس و حالی داره. به به، پیشا پیش زیارتت قبول باشه. انشالله که جزو اعوان و انصار آقای امام زمان باشید همتون. منم دعا کنید. خیلی ممنون. حتما ان سال دیگه هم اینجا میبینمتون، زنده باشین. خدا امواتتون رو بیامرزه. خداحافظ شما. خداحافظ شما بچه‌ها. الحمدلله کما هو اهلو. سلام حاج خانم. سلام. حالتون چطوره؟ زنده باشین. خوبین؟ قربون شما. چند روز الان تو پیاده روی هستین؟ 2 روزه. از کجا اومدین؟ نورستان. ماشاءالله چه سریع اومدین، همه 4 روز تو راه بودن. تون میریم. حاج خانم جونم. چند وقت میای اربعین کربلا؟ یادم نیست، نمیدونم. یعنی زیاد اومدی؟ آره، هزار آره. ماشاءالله. آره. چه معجزه‌ای دیدی؟ قربونش برم، خیلی چیزا دیدم. مثلا یه دونه‌شو بگو الان دنیا داره میبینه. که بچه‌هام الان الحمدلله سالمن، بچه‌هام به این راه کشیده شدن به که به. میان میرن، هر سال میان. با چقدر توصیه میکنی که بقیه هم بیان زیارت اربعین؟ بیان. 40 عشقه. عشقه. 40 عشقه. همین زیارتت قبول زنده باشه باشه. انشالله. به سلامت برسی. به سلامت برسی انشالله. همه اتفاق نظر دارن که اربعین انرژی میده، انرژی نمیگیره. همه اتفاق نظر دارن که اصلا توی گرما با غذا گلوی آدم پایین نمیره. مگه تو شب حالا بتونی مثلا یه راه گلوت باز باشه، بتونی یه غذایی بخوری، بتونی ادامه مسیر بدی. خود این مسیر انرژیه. با آدما که مصاحبه میکنم لذت میبرم از اینکه با این اشتیاق آدما رو دعوت میکنن. هیچ کجای دنیا پیدا نمی‌کنی آدم عاشق باشه بعد دیگران رو به عشقش نزدیک کنه، چون همه دوست دارن عشقشون برای خودشون باشه و به هیچ کس دیگه ای ندن جز عشق ابی عبدالله که همه دوست دارن که بگن تو هم بیا، تو هم بیا، تو هم بیا. انگار که این عشق تکثیر میشه، آدمی که عاشق دلش سیر میشه. این هم از اربعین 1447 که هر لحظه یک جلوه‌گری زیبا داره برای هممون. قلنا سيارة ابوي الوادي سيارة يقول يحون كربلاء تعال هنا ابوي، تعال هنا بعد عين، تعال داریم ماشین میگیریم بریم کربلا. میری کربلا؟ ببین چجوری کمک میکنن پلیساش. کاش از همون وانتا بیاد. زهره تعورم بويه موتور بگیریم. ما دوباره سوار اینا شد. چقدر من میترسم که به این تکیه بدم باز نشه. خب چه همین الان گفتم که کاش از این وانتا بود ما رو میبرد. خیلی حال میده. نگاه کن. پلیسه نمیگو وایسید من براتون ماشین میگیرم. آخه خدا شکرت.
خرداد 1404 سوار ماشین شدیم. از همین ماشین هایی که باهاش اومدیم داریم میریم سمت کربلا. مردم هم هنوز توی مشایع دارن پیاده روی میکنن. ما البته یه 2 هفته‌ای هستش که اومدیم کربلا و انشالله تا 40 هم هستیم. بعدش هفته بعدش هم میریم مشهد زیارت علی ابن موسی رضا 28 سفر که مشهدی ها میگن 48م. امیدوارم که خوب شده باشه. به سمت حرم امام حسین علیه السلام همه جا بسته است و دیگه هیچ ماشینی هم نمیشه رفت. ما از کوچه پس کوچه ها میریم. دانیال هم میخواد بره اینجا خونه گرفتن. اون این آقا هم براتون داره قهوه درست میکنه، قهوه خوشمزه مجورین انشالله. ببین چه بامزه درست کرد. آره حالا چون گوشی همونم شارژ نداره من گفتم که تا اینقدرش رو براتون بگیرم. بریم گوشی ها شارژ نداره. 3 تا گوشی شارژش تموم شد. پاور بانک هم دیگه شارژ نداره. میکروفونم شارژش تموم شده. داریم از کوچه پس کوچه میریم. اینا دارن نون درست میکنن. نون تازه نجوری بگیرم داغ نباشه. ببینم دارن هره نام درست میکنن. جا شوی قهوه درست میکنن برای صبحانه. همه مسئول داره. صبحانه همه ما دارم نمیخورم. همبرگر برای صبحانه. من نوشابه خور نیستم اصلا. اگه باشه مثلا زیرو حتی، ولی اینجا حوض نوشابه میکنم. نمیدونم چرا. ظهر عشق توه تونده.
میرم با همه تر رفاقت گفت برگرد. سلام علیکم سید. سلام علیکم. السلام عليكم. قلنا نقول سورة الفاتحة سورة الحمد. فاتحه. میگه که تست کنم هم دکتر خوندن. بسم الله الرحمن الرحیم. مثل نماز خب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. شکلات. شوربة أصل مال الإمام. آنی وانی لا فردا شکرم. ما کو فردا بابا پارچه سبز امام حسین میخواست ماجرد من قرآن رو درست میکنم پیروز شدم. گفت آفرین آره آفرین به این بگو برای امام حسین این پارچه سبز داستان داره زهره میدونه. این خوابی دیدم حالا شاید براتون تعریف کردم. میگه راحت بشین که میخواد این نشانه بود. نامرد کفر فردا به من تست قرآن میره بابا. چشم کل اینجا رو جارو کرد. چای امام حسین چای امام حسین رو جاری. آره میگه ما چه تیتیش مامانی مثلا من اینم آوردم که صورتمو ترتمیز کنم حالا چادر رو اینجا بودیم هیچ وقت هم استفاده نکردم. خدا چنه؟ برو این بر بیر باله گلک راهنما نداره. چی؟ رحمت که به خانم مقازنی بچه ها خواهید باور کنید بخواید باور نکنید ولی فاتحه برای خانم مقازنی سلام الله علیها بفرستین کاراتو خیلی راحت انجام میشه. اینو بخونید من یادگار داشتیم. مگه نه چقدر شما امتحان کردین الان دیشب کامین الان به شخص واقعا زیاد دیگه ما مشکلی نداریم با خانم مقازنی سلام. سر امام حسین بگرده علمان ولی همین ببین امسال به خدا دارم میگم بهترین ببین نگاه کن اینا رو نگاه دارم برای شام و نهار آماده امسال بهترین سال 1404 بهترین سال زندگی من بوده در این سالهای اخیر از نظر مادی، از نظر معنوی، از نظر سلامتی، از نظر معنویت، از همه بودها بهترین محرم، بهترین حج امسال هم بهترین حج محرم و بهترین سفر و بهترین اربعین و توفیق داشتم. الان تقریبا 5 نفر مهمان دارم توی اتاق مثلا اتاقمون چند متره؟ 8 متره؟ 10 متر مثلا مهمان دارم که بین زهرا سلام الله علیها توی اتاق هم توی ملت اومدن ملت یعنی سوهرا اومدن میتونم ازشون پذیرایی کنم و این توفیقو دارم. این خیابونه چیزا؟ جمهوریه که اومدی برای حضرت رقیه سلام الله علیها چیز کردیم.
فروشیه. چه جالب. نگاه زندن. بازار ماهی فروش هست. بازار ماهی فروش ها رو دیدیم. بدبختا دارن خفه میشن از بی‌آبی. من فکر کنم چون من عینک زده بودم فکر کردم من بلد نیستم. چرا؟ نابینایی؟ چرا گفت بیا قرآن بخون بعد این تربت و سبزه رو برو این بچه نخوره بچه نگاه کنه. ساعت پاشو نکنه به خود تو دانیا نیمد بچه تلاش میشد این همه راه و دوباره میخواستیم راه و برگرد گریه میکرد با روحی داداشش که خوابید راه تصمیم شد نه خدای خسته بود که اینا با ماشین اومدن که به خانم چه جالبه این راهه. بعد پیاده روی تازه میرسم نگاه سلام میدم خیلی صحنه قشنگیه. الواد بكذب
ثروت، سعادت، سلامتی و قدرت در دنیا و آخرت میخوام. انشالله که 40448 همین ما زنده باشیم و 40 بیاین زیارت مولای امام حسین علیه السلام و آقا ابوالفاضل. خدا نگهدار.